نسبتی گمزود حلیموف آخر موضوع فرمات يخديو هذه الشهادات ميدا خدش خدش فرمات در فرمات خدش مقصد شكل درست يوكي مو نسبتي يجوا بساطة بتوشيتي رسم ويني توجكي واجوري شوار ورسم وين ملي مو كي هذا عزيشي ملي مو أصبح يقولوا مو عمره بتوشي خفاش دوجة ثم قزوات كي باید سطری جو گفتن اگر بودم خودش افرادگرا و شواهد رفته بزن فرزند پدر و مادر خیش دور پرتوفته رفته در دیگر گروه رفته جنگ چی معلوم داره خود باید خود باوتی تو چی درجه باید سبب رفتنش به همین میرسه من دیگر اون سببش نفهمیدم لیکن ما کروی اپراتیو پراپراتیکی پیش نبودیم و خود وقتی که اذیتی روحی روانی و مفهوم درست نامد بعضا حالت بود چندین مراتب بود که از ایران گرفتیم و چندین مراتب درست سنجش کرده خودی او حس میکرد که عاقبتش با خوبی نمیارد ما اون رو از مفهوم ممکن آزاد بکنیم برای همین رفتار شامل شدن بر روی افرادگرای همین شد هیچ یکم دیگه سبب نداره بعضی سالهای 90 بعضی سالهایی که موتیشی که ما گذراندیم بعضا حیات شخصی پیسنجشی روحی روانی با مفاهیم قبول شدن و در سالهای خیلی توضیح کردیم حیات شخصی از چنین شخصی تصادفی و یکی از شخصهای تصادفی فکر میکنم در سالهایی که قبول شدن سمون هست بود از جهت روحی روانی موفق نمی‌آمد به ما و چندین سنجشو با نسبتش منبر بودیم که اون کس از جهت سالمی عقل روحی روانی درست نیست اون کس ایست کرد که نسبتش شروع می‌کنیم برای همین اختلاف شد و این رو شروع می‌شد. مرحمت یک سوال دیگر